امروز از اینجا جسدت بیرون میشه اویگار. تا اینجا بود. علی اسلحه را پایین کو. کات تو باز بعداً گپ میزنم سیفدا. این کار امروز دیگه امینجا باید خلاص شوه. علی لطفاً تو نکن. ای آدم باید از بین بره سیفدا. تو هم مجبور نمیمونی که کسی زندگی کنی که دوستش نداری. اگه مرا بکشی با نظرت که سیفدا پس پیش تو میایه؟ چوب باش اویگار. دانه تبسته کن. منتظر می باشی. به او اندازه که در زندگیت هیچ وقت منتظر نماندی به خاطر پس آمدن سیفدا منتظر میمانی. از اینکه ازت معذرت بخواه به خاطر که او را ببخشی منتظر میمانی که برات توضیح بده. منتظر میمانی تا که برات بگویه کل ای دنیا دروغ است. گفتم چوب باش اویگار. گفتم چوب باش. دانه تبسته کن. در خیالات ناغرق شده ملا علی. سیفدا از ما شد. حالی هم در دلت کدام امید است نه؟ میگی سیفدا پس پیش ما میایه. میگی که ما او را میبخشم ها؟ ایرا فکر میکنی که سیفدا چطور در حق ما اتیا کار کده؟ شاید هم امی فکر تو را زنده نگاه کده. اما تو چی بخوایی یا نخوایی سیفدا بخواست خود مرا انتخاب کده. حالی اگر تو مرا بکشیم هیچ چیزی تغییر نمیکنه ملا علی. سیفدا هیچ وقت از تو نخواهد شد. حالا سیفدا بگو قصه کو. علی عذر میکنم اون را ایلا کن. حالا سیفدا قصه کو خانم عزیزه. هر روز از یک چیز نو خبر میشم که تو را به ما وابسته کنه سیفدا. سیف مخفی کاکای من پیدا کردم. آدم بیچاره حتی مردش هم حال به ما کمک میکنه. علی به خاطر گرفتن انتقام بچهش او بسیار نفرا را کشته سیفدا. حال دیگه او اسناد در پیش ماست. اگه علی اینجا بیایه و کوشش کنه که در حق ما کدام کار کنه با او میگی که واقعا مرا دوست داری. من نمیتونم. تو باید بتانی سیفدا. با او میگی که زنم هستی و دیگه ایران میگی که مرا واقعا دوست داری. اگر نه او را در زندان مندازم که تا آخر عمرش دمونجا باشه و از سراغ خود برآمدم نتانه. فهمیدی که چی گفتم؟ من ایره دوست دارم علی. واقعا دیگه قبولش کردیم. اگه میکشی پس منو بکش. کشتن یادم پست مثل گرفتن جایزه از سیفدا و تو لایقی جایزه هستی. کتی نمونه زندگی کن.
چی شده؟ یادم از شما چی میخواید؟ چرا زندگیتان نمیره ها؟ آی وای دخترم، کاش که شکایت تا پس نمی گرفتی که در زندان میمان و عقلش در سرش می آمد دخترم. کسی که باید در زندان باشه او خود شماستین پدر. به خاطر جزای گناهی که شما کردین حالا او را ما میبینیم. از اینجا بخیز. تو چرا از پشتم میایی ها؟ راستش من دیگه رای ندارم. چرا؟ مثلا رفته یگان چیز دیگه پیدا کرده میتونی تا که به من گپای بیمانه و ناق بگویی. برو ببین تحقیق کو. شاید دوره مکتبم با زیاد نفرا نامه نوشته کرده باشم. دیگه بیبی لطفاً مرا ببخش. کل اینا رو فراموش میکنیم. این چیز نیست که فراموش شوه. ما اینقدر سر تو قارستم که نگو. وقت تو رفته در خانه و دختر کل شوه تیر کردی گپ مرا نشنیدی تو نیست؟ روز بعدش و دختر آمد از من دوای ضد عاملگی خواست. مام آمدم از تو پرسان کردم. با گپایت باور کردم اما تو نیست؟ تو چرا این کار ده حقم کردی؟ ماها افتا از پشتم دویدی. گفتی به خاطر عشقت میمرم نابود میشم. گفتی از تو هیچ توقع ندارم. گفتی اجازه بده که در کنارت باشم. اما آمدی در اولین فرصت مرا به جرم فریب کاری مقصر کشیدی. در زندگیم به انسان مثل تو جای نیست. برو دیگه هیچ وقتم نمیخوایم که ببینیمت. دیگه من واقعا عاشقت هستم و تو را دوست دارم. کسی که میگه عاشقت هستم نمیخوایم که فریبش بخورم. اگه دوست داری آدمواره دوست داشته باش. در عشق هیچ گناهی بخشیده نمیشه. حالا برو. بیبی اگه من برام، اگه پشت تو را اله کنم، من به طرف مرگ میرم. اگه تو بازم میگی که برو، صحیح؟ میرم. برو گم شو. صحیح میرم. صبر کو. اگه اجازه دادیم که دست ما بگیری
به ایمان است که اجازه دادیم در قلبم جای بگیری. تو لو دستی. اگر بار دیگه درباره من قسم چیزا فکر کنی تو را از به دنیا آمدن پشیمان میسازم. ما به از به دنیا آمدنم وقت پشیمان شده بودم خانم دیگه. بیبی لبخندی که امروز در لبایت هست نه؟ بدون ای که فکر کنم به خاطر تو کل عمرم فدا میکنم. میرم میفهمی؟ یعقوب خوش آمدی. خوش باشی. خداداد کجاست؟ برآمد. به خاطر که تو تماس بگیریم با مشکل مواجه شدیم. تلفنت کجاست ها؟ دیگه استفاده نمی کنم. چرا؟ اما تو ضرور بود. خوسیس درباره اون روز که بکسه که بیادرت در منطقه افتیده بود گفته بودی نه؟ بله. ما اون روز به منطقه رفته ویدیوهای کمرای مخفی را کلش دانه دانه دیدم. تو وقتی که تو مقار بودی توکچه ده دوکانت آمده بود خیرت بود؟ چیز گپی نیست. ما به او همیشه درباره ای که تو را چقدر دوست دارم میگفتم. گرچه ما به هر کسی را میگم اما در زبان ما به جز نام تو دیگر نام جور نمیاید دیگه. دویگو وقتی من از تو جدا شده بودم نه خودم مثل مرده حس میکردم. پس در صورت جدا نمان. درست است. دیگه ای کار نمی کنم. حتی اگر بمرم هم دیگه از تو جدا نمیشم. دویگو حالا که ما یکی دیگه خدای قدر دوست داریم نه؟ بله. یعنی انسانایی که همدیگر رو دوست دارن در زیر یک سقف زندگی نمی کنن؟ یعنی منظور من خو میفهمی چی میگم نه؟ تو درباره عروسی گپ میزنی؟ های نه یعنی چی یعنی نه یعنی بله البته من از چی گفتم از عروسی گپ میزنم. نه آقا پیلوت نه. تو هنوز از مرحله امتحان کردن به خوبی تیر نشدی، خصوصا از او گپ آخر. عروسی را خوبان فراموش کن، دربارش گپ نزن. خیلی چی کنیم؟ در او صورت منتظر می باشیم. گرچه من از انتظار کشیدن هیچ خوشم نمیاید، حتی نفرت هم دارم، اما وقتی تو باشی انتظار کشیدن هم برام شیرین است. منتظر تو می باشم، به خاطر تو هر کار می کنم. یعنی برام خوشایند است. تو هم مقبول هستی. اما اگه میخوایی به خانوادیم گفتم میتونم که با هم دوست هستیم. یعنی از اینکه با هم هستیم یکی دیگه خود دوست داریم. راست میگی؟ راست میگم. حتی اگه میخوایی یک جای میگیم. چی وقت؟ همیاله امیم شو. سایست بخیز خیلی چرا منتظر هستی؟ حالا بخیز که بریم. صبر بشی آرام باش. قدرام دیگه زود نه. یعنی میگن نه در کار خیر حاجت استخاره نیست. قدرام دیگه نه. ما با مادرم بیاز و یگان شهر رسندیم. اگه بخوایی بعد از نان خانه ما به قهوه خوردن بریم. سایست او
او قهوه ای که کت تو خوردمش از طرف جنت سفارش داده شده. حالا نانت بخو. میخورم. کوکالی هان بفرما توکچه. شام بخیر. شام بخیر. من میخواستم براتون یک چیز بگویم. بگو دخترم. ای که چه قسم بگویم نمیفهمم. ای که ای کارم درست است ایرم نمیفهمم. اما دویگو دوست مام است. یعنی نمیخوایم به دویگو ضرر برسه. اما دخترم هرچی میگی واضح و درست بگو نه؟ راستش پیلوت کس نی؟ بله. او یک آدم مافیاست. چی؟ بیازو مادرم تو را زیاد دوست دارم. نمیفهمم چرا. اما گفته نمیشه که پدرت از من خوشش میه یعنی؟ هرچی نباشه به خاطر دخترش قبول میکنه. یعنی البته همونطور است. در صورتی که بفهمه دخترش چقدر خوشبخت خواد کردم بازو هم را دوست خواد داشت میفهمم. آقا پیلوت فکر کنم کلیت هیچ کار نمیکنه. خواهش میکنم ازت این موضوع عروسی را یاد نکنی گفته باشم. البته مشکلی نیست. امرت به جای میشه. اما بالاخره انسان میخواه به کسی که دوستش داره برسه. آیسته آیسته پیش برو. کسی که در آتیز میره درک نمیکنه که انسان چی را تجربه کرده. باید یک کم ادگام صبر داشته باشیم. هر قدمه که میمانیم باید درباره فکر کنیم که در راه درست بریم. من به جز تو دیگه کدام راه راستی ندارم دویگو. به جز از تو نه راه برفتن دارم و نه هدفی. قسمه که معلوم میشه فکر کنم که ایج به خود نیستی. متوجه خود باش. بخیز که بریم دیگه. میره میشه یک دقیقه اینجا بین؟ ولو راست میگم کوکالی هان. اما لطفا خبر نشن که ما برات گفتیم. اگر نی زندگی مام در خطر میره. بالاخره او آدم یک مافیا و مسلس. بیازو دویگو که تو قسم یک آدم چی کار؟ بله پدر بفرما. بله دویگو دخترم کجاستی ها؟ در راستم پدر جان خانم میایم. آقا پیلوتم کتم است. خوب است بسیار خوب شد که همراهیت است. هر دویتان بیاین که کارتان دارم. سایز پدر باز میبینیم. خدا حافظ. چی گفت؟ خوب است بسیار خوب شد که آقا پیلوتم کتید از گفر دویتان بیاین. البته او هم فهمیده که من آدم خوب هستم. اما تو نیست؟ چی شده؟ نبضت بسیار تیز میزنه. نه که فشارت بالا رفته؟ نه من کمی برام عجیب معلوم شد. چطور عجیب؟ نه چی بفهمم. در زندگیم اولین بار است که با خانواده دختری که دوستش دارم آشنا میشم. چه قسم یعنی؟ قبلا با خانواده کس دوستی آشنا نشده بودی؟ نه هیچ وقت نه. های دویگو من پیش از تویی که عشق چی بود یا چی از نمیفهمیدم. حتی باور نداشتم. خدا و راستی یکی یک انسان با یک انسان دیگر اینقدر حس می داشته باشه و پشت یک نفر میگیره زندگیش وابسته او میشه
به این چیزا هیچ باور نداشتم. علی ها جان چرا اینجا استادستی؟ از بالا هرچی صدا کردم جواب نمیدی. هرچی که به تو گفتیم گوش نکردی اوزن. همیشه از پشتش رفتی. تو هم مسئولی کارا. از آقا کرد کمک بخوایم چطور؟ نه، تا به امروز به خاطر پیدا کردن بیادرم هیچ کمکش فایده نکرد. دیگه ای که بیازه او خارج از کشور است. چند خط عکس مونده؟ 5 تا. چرا پشت دروازه استادستن؟ حتما از بیرون آمدن. دویگو ایقا زود نگویم چطور؟ حالا اگه تو دفتن بگویم باز قار نشن. منظورم یعنی که مرا قبول نکنن میترسم. چرا قبول نکنن؟ تو اونا رو با مبان. حالا دیگه پایین چیو. سلام، وقتتان بخیر. تو چی کار میکنی ها؟ پدر؟ تو چه باش؟ تو چی وظیفه داری؟ ما او چیز هیچ ضرور نیست که برم دروغ بگویی. ایرام نگو که گدام دارم. بسیار یک سوال آسان پرسان کردم، جوابش برم بده. تو چی کار میکنی؟ مافیا هستی ها؟ ای که بیادرم ما ببینم نمیفهمم مشناسمش یا نه. 20 سال شده. اینا یا زیاد پیرستن یا زیاد جوان هستن. یعقوب از نظر سن با بیادرم نمیخونن. صبر کن، یک عکس آخرام مانده. ایرام یک بار بیبی بیادر. پیلوت هم روز او منطقه بوده؟ ایران میشناسی؟ بله. در منطقه ما عاشق یک دختر فارماسیست شده. حتما از امی خاطر آمده بوده. در اون صورت نیاز نیست که تذکره ایران ثبت کنیم. اگه بیادرم پیشم نبیه یعنی او وقت باز هیچ کس هم از اینجا زنده نخواد برامد. بله، نیاز نیست. در ضمن بیازو بیادر ایرم هم میشناسم. وقت تثبیت تذکره دیگر را خلاص شد باز با من خبر بده. علی یادم رفت که برات بگویم. عزلم پشت تو میگشت. چی میخواست؟ چیزی نگفت. گفتم رای او درباره یک موضوع بسیار مهم گپ میزنم. آدرس تخواست. ما به خاطر که تو نمیخواستی ندادمش. عزله صبر کن. کجا میری؟ از پیش رویم پس شو. عزله می کار نکن. صبر کن. از پیش رویم پس شو. دیگه حتی تحمل ندارم که طرفت سیل کنم. لعنت به اون روزه که تو را دیدم. از پیش رویم.
بعد از اینکه شما طلاق گرفتین هیچ همدیگه خدا ندیدین؟ نه ندیدیم. آدرس تمه دادم چطور؟ یا کار اشتباه کردی؟ نه کار خوب کردی که ندادی. از سوال کدام جواب بده. تو چی کار میکنی ها؟ ما کارهای مختلفی کردیم. حالی هم میکنم. خودتانم خوب میفهمین که انبار دارم نه؟ باز بجزو یگان کارهای تجارتی چیزا درست از با ما چتیات نگو که تجارت پیش هستی. تو ایره برم بگو که تو تجارت چه قسم کارا را میکنی؟ تجارت وسایل ساختمانی را میکنی یا صرافی میکنی یا یک از مواد مخدره؟ های خدا نگاه کنه. های پدر چی گفته میرین؟ تو چپ باش. داخل برو گم شو. پدر حالا دخترم داخل بیا. داخل بیا. دایگو پدرت چیزایی را که درباره پیلوت میگه راست است؟ مادری گپا را به شما کی گفته؟ جواب سوال می نیست. چیزایی که گفت راست است. سیفتا جان چطور خود کردی؟ از خاطر علی چشمایت را کشیده جانم. وقت عاشق علی بودی پس چرا امرای اویگار عروسی کردی؟ از زندانم آزاد شده پس چوری آدم خانه نمیایه. من چی میگم تو چی میگی؟ فقط که شد خانه نامده به تشویشش هستی. دختر چند دفعه دیگه باید ای باره گپ بزنیم؟ حالا که اویگار عروسی کردی باید بخواست تو باشی. یک قسم خودت هم آزار میدی. فکر کردی آخری کار چی میشه؟ اوف دکتر اوف. کجا میری؟ پس میایم. خدا داد. خدا داد. خدا داد. اوف بالاخره. چرا این قسم میدویدی؟ من خسته ساختی. در کل راهی میرم کیزگی میرفت به این خاطر امکان داره او پیدا شود. تو علی را دیدی؟ دیدم اما تو نبین. هر وقت ملا صاحب ببینی 1000 رقم بلا سرش میایه. چطور یعنی؟ چی بلایی در سرش آمده؟ ملا صاحب زیاد زخمیه، زیاد درد داره. علی را چی شده؟ خدا داد چی شدش؟ میگم چی شدش؟ خدا داد چی شدش؟ خاله آی خدا داد. خاله شما ازگیر دیدین؟ طرف ما بیبی کت دخترم دیگه اصلا نمیبینی. فهمیده شد؟ اما بسیار کار بد میشه آقا. ده اصل کار بد تو کدی. ده زندگی ما باعث یک شخص کاملا متفاوت داخل شدی. بعدش هم تو آدم برآمدی که کارهای خلاف میکنه. اگه فکر میکنی ما از این میترسم کاملا اشتباه میکنی. چون وقتی پدرم موضوع سر اولادشان باشه از این چیز نمیترسن. یک روز که تو هم پدر شوی یعنی وقتی که با کسی عروسی کردی باز وقت میفهمی. یعنی اجازه نمیتن که یک جا باشیم. گپ ما هم اینجا خلاص شد دیگه. شبت بخیر. حالا داخل برو. مادر گوشگو پیلو تو کارا را اعلا کده. قسم میخورم مال اعلا کده. ببین دخترم سیست. وقتی رابطه شروع شد من تو را تشویق کردم. قبول میکنم. خواستم که کتی یک آدم مثل خوشبخت شده سایی به خانه شوی. یک قسم خواستم اما اگه پیلوت او آدمی باشه که مردم میگن خو نیست. مادر قسم میخورم نیست. تغییر کده.
دویگو کتی آدم دیگه هیچ وقت نمیبینی. پدر چی میشه؟ لطفاً گپ ما بشنوین. تو مرا ناامید ساختی دخترم بسیار زیاد. پدر گوش کنین، من نمیفهمیدم. بعداً فهمیدم. قسم میخورم دیگه کت پیلوت گپ نمیزنم، اما با ما وعده داده کل کارایی که کده آل ایلا کده. دخترم گپای بیعقلی نزن. یعنی چی که ایلا کده؟ سگه که به گوشت عادت کنه بنان خشک راضی نمیشه. پیلوت هم همه قسم است. این انسان ها تغییر نمیکنن. تغییر میکنه؟ تغییر کده پدر، به ما وعده داده. ما باور دارم که او تغییر میکنه. خواد دیدین بزودی در مقابل هر دویتان به حیث یک انسان خوب میآیه. دویگو دخترم بیبی میگی که ایلا میکنه، درست است. به یک لحظه قبول میکنم که ایلا خواد کرد، اما بعضی چیزا هست که ایلا داده نمیشه. اگه تو را ایلا کنی او تو را ایلا نمیکنه. انسان گذشتهش پاک نمیتونه، گذشته انسان به قبر میبره. یاد ما همه قسم میشن. ما از اینکه پیلوت به او قبر بره اجازه نمیدم. ما هم چشم پوشی نمیتونم که تو دو قبر زندگی کنی. این موضوع خلاص شد که تو آدم دیگه نمیبینی دخترم. پدر در رابطه زندگی شخصیم خودم تصمیم میگیرم. دخترم دیگو اگه در رابطه با زندگیت خودت تصمیم میگیری، فهمیدی؟ در اون صورت به یک زندگی بدون پدر و مادر راضی شو. بفرمایین. خانم توکچه یک بار میشه پایین بیاین؟ این زود میایم. تو چرا هنوزم دی چهار طرف میگردی؟ نفهمیدم. یعنی میگم که کارای را که امرای علی کدی کفایت نکده؟ تو میخوای برام چی بگویی ها؟ به یک انسان قدر زیاد ظلم نمیکنه آدم. ترکش کدی، رفتی امرای آدمی که تو را از دست او نجات داده بود عروسی کدی. او هم کفایت نکرد. اویگار به خاطر کشتن علی در زندان نفر روان کرد و تو هیچ صدایی تا نکشیدی. تو دیگه چه قسم انسان هستی؟ ایلاکو دیگه پشت و آدمه بان که آدم یک نفس راحت بگیره. کی؟ اویگاره میگی؟ کوشش کشتن علی را کده بود؟ نه ده اصل خود تو علی را کشتی. اویگار خود فقط کوشش داره او را دفن کنه. انسان پس نشانت میدم. انسان پس برات نشان میدم. پیلوت خوش آمدی. خانه می آمدی نی؟ نه یه قسم بسیار خوب است. درباره او کارهای غیر قانونی که ما و تو میکنیم خانواده دویگو خبر شده توکچه. تو برشان گفتی؟ نه. ما چرا باید برشان بگویم؟ چی بفهمم؟ شاید فکر کرده باشی که اگه از دویگو جدا شوم بازی قسم یک چیزی بگویی. یعنی اگه قسم یک چیزی. واقعا ما برشان نگفتیم. شاید از خدا داد شنیده باشن. خب دیگه چی گپ است؟ تو خوب یا زو کارا را ایلا کدی دیگه؟ ایلا کدیم اما باور نمیکنن. یعنی دویگو باور داره اما خانوادش باور نمیکنه. بر صورت ببخشی که مزاحمت شدم. شب بخیر. شب بخیر. علی؟ علی؟ تو خوب هستی اما تو نیست؟ چی میخوایی سفدا؟ من زیاد به تشویشت بودم. سفدا بیبی گفتی که مرا راحت مونده بد. بعد از این تو هم دیگه مرا راحت با.
کمی کم بود. تاکسی. سلام علیکم سلیم بیادر. علیکم سلام ملا صاحب. دو سرک بالا یک مشتری خانم است. فکر کنم که تاکسی ضرورت داره. از شناسای سابقم است. تا جایی که میره او رو رسانده میتونیم. بچه چرا نه؟ حتما. زنده باشی. اویگار به خاطر کشتن علی در زندان نفر روان کرد و تو هیچ صدایی تا نکشیدی. تو دیگه چه قسم انسان هستی؟ او آدم در زندان کشتن نتانستیم. در بیرون خیش کشتن نمیتونه. این کارا نباید میکنی. صبر کن آرام باش. این کارا نباید میکنی. سیفدا آرام باش. گفتم آرام باش.